انواع پونتیک ها رو همه میشناسیم، اما نکته مهم اینجاست در طراحی پونتیک به چه نکاتی دقت بشه که راحتی و رضایت بیمار رو در طولانی مدت تامین کنه. به طور کلی در طراحی پونتیک چه رو پایه‌های دندانی و چه روی ایمپلنت به 3 اصل باید توجه بشه. اصل اول اصل بیولوژیکی، به ریج ما فشار وارد نشه و تمامی سطوح پونتیک جهت رعایت بهداشت دسترسی راحتی برای بیمار داشته باشه. اصل دوم اصل مکانیکی، یعنی کانکتورهای ما استحکام کافی رو در فشارهای بایت داشته باشن. و در نهایت مورد سوم اصول زیبایی شناختی، به این معنی که شکل، اندازه و بافت سطحی پونتیک مشابه دندون‌های مجاور باشه. از بین انواع پونتیک ها معمولاً 2 نوع اووال و مودیفای ریج لب بیشترین کاربرد رو داره. حالا میخوایم ببینیم در طراحی اونها به چه نکاتی باید توجه بشه. پونتیک اووال زیبایی ایدئالی رو فراهم میکنه، اما از طرفی چالش برانگیزتره، چون قبل از قالبگیری و ارسال به لابراتوار ریج نیازمند آماده سازیه. تا اگر شما این کار رو به عهده لابراتوار بذارید و از اون بخواید که روی کس تغییرات رو اعمال بکنه و برای شما ارسال بکنه، روز تحویل ادجاست مشکلی خواهد داشت. اما پونتیک مودیفای ریج لب که بسیار پرکاربرده، زیبایی قابل قبولی رو برای ما فراهم میکنه و به واسطه عدم گسترش به بخش لینگوالی رعایت بهداشتش توسط بیمار راحته. نکته طلایی که در مورد این پونتیک وجود داره این هست که سطح زیرین اون باید حتما مهدب فرم داده بشه تا ما هیچ تقعری رو جهت تجمع و گیر مواد غذایی نداشته باشیم.